سفرهای کامان. کمک کنید! کمک! کمک کنید! تیرم خطر. اونجا رو یک کبوتر. چی شده زامبه؟ نگران نباش کبوتر، کبابت نمی کنم، قول میدم. عجب زخم برداشته. این چیه؟ بگیر ببینم زامبه. وای عجب خطی. خیلی خط عجیب غریبیه، من که نمیتونم بخونم. غول کوه از اوبنجیرو محافظت میکنه. اوبنجیرو همون جایی که زنگ معروفی داره؟ من که نشنیدم، اصلا نمیدونم کجا. خیلی خوب کبوتر، بگو ببینم این جایی که میگن کجا؟ چی میگی؟ اون که نمیتونه حرف بزنه. خودم که اینو میدونم. پدر بزرگ میبینی؟ مثل این که باید خودمون کشفش کنیم. همیشه همینطوره. این منم که باید برم دنبالا. بچه اون کیه اونجا واسطاده؟ آقای خانم، شنیدم این نزدیکی های یه معبد قدیمی هست. شما میدونین کجا؟ نه خیر، من نمیدونم. صبر کن ببینم. چی از من میخواید؟ من کاری با شما ندارم، بذارید برم. ولش به من. حرف نزن یانگا. ایستا ببینم. من چه کار دارین؟ دست نگه دارین. صبر کنید ببینم. من اجازه نمیدم مردم بیگناه و ضعیف و اذیت کنین. اگر راست میگین بیاین با من بجنگین. برو کنار، مزاحم ما نشو. اگه میتونین بیاین جلومو بگیرین. حالا بهتون نشون میدم. یکی اومد. اینم هستی. یکی هم بگیری. عجب قدرتی داره. فرار کنین. همشون فرار کردن. شما که حالتون خوبه؟ بله متشکرم، من خوبم. خیلی از شما ممنونم آقا. شما عجب زوری داری. نه خیر، اینطورام نیست. این چی بود؟ ای بچه، سسبوش حمله میکنی؟ کارش تمومه. آخ پشتم. میتونم بلند شم. چی شد آقا؟ فکر میکنم داروی بی‌حسی داشت. نذارین فرار کنن. داداش کایکو کجایی داداش؟ این چیه؟ آره یعنی چی؟ پس خودشون کجا رفتن؟ صبر کنین.
جای پاها دیگه نیست. انگار اون دختره با اوبنجیرو ارتباطی نداره. دارویی رو که خواسته بودین آوردم. ممنونم. گفتین که به شما حمله کردن خانم. بله، یه عده سامورایی بودن که نمیشناختمشون اما خیلی ماهر بودن. برای احتیاط نگهبان بذارید. بله گذاشتیم خانم. خوبه. این مرد کیه که شما رو نجات داد؟ فقط میدونم مسافره، دیگه چیز دیگه ای نمیدونم. نباید می آوردینش اینجا. میدونم اینجا معبدیه که ورود مردم ممنوعه، خودم میدونم، ولی نمیتونستم اجازه بدم به دست اونا بیفته چون به من کمک کرد. رئیس کمان، رئیس کمان، رئیس کمان؟ یعنی این داداش کایکو کجا ممکنه؟ من که فکر نمی کنم کسی به اون حمله کرده باشه، ولی خب شاید هم براش گرفتاری درست کرده باشن. کسی چه میدونه؟ اینطور که معلومه اون خودش تنهایی میخواد معبد رو فتح کنه. داداش کایکو همچین آدمی نیست. اون با اینکه پرزوره اما خیلی مهربونه. اونت راست میگه سگارو. کایکو مردی نیست که چشمش دنبال معبد باشه. خب بله درسته، اما آیا واقعا این معبد اوبنجیرو وجود داره؟ این خنجر حتما کلید اونجاست. چه خنجر عجیبی. اگه اشتباه نکنم این خنجر باید مال شخص مهمی از خانواده کیکوچی باشه. کیکوچی؟ کیکوچی از فرزندان این منطقه بود که بعد از سیگا کاهارا به وسیله سربازان توکوناکا سرنگون شد و از بین رفت. یعنی شما معتقدید که اون هنوز زنده است؟ من شنیدم که همه اونا در آتش سوزی قصرشان سوختند و از بین رفتند. پدر بزرگ اونجا رو خب بهتره بریم. این راه کوهستانی بسته است. اون طرف این کوه یه غول زندگی میکنه آقا. گفتید یه غول؟ بله، خیلی ها برای پیدا کردن اوبنجیرو رفتن اما یکی هم زنده بر نگشته. بنابراین شما باید خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی ممنونم، احتیاط میکنیم. به سلامت. یه قصر بزرگ دیده میشه. فکر میکنم اونجا مخفیگاهشونه. خب بریم ببینیم. بله باید بریم ببینیم. خبر دادن به رئیس دیر نمیشه. حتما یه حیوان بود. آره امکان داره. بریم. جاسوس گذاشتم. اگه اشتباه نکنم با این مراقبتی که میشه معلومه که شخص مهمی اونجاست. پس اون غول توی کوه واقعیت داره. اگه بریم تو کوه موضوع روشن میشه. راه که بسته است که. عجب روی مرموزیه اینجا. برگردید! آی من که نمیترسم. برگردید! من غول کوه هستم. اگر نمیخواید خورده بشید برگردید. برگردید! احتیاط کن. برگردید! تا حالا ندیده بودم که یه غول از تیر و کمان استفاده کنه. من یه چیزایی فهمیدم. گفتم برگردید! کمکم کنین. کسو که مواظب باش. جنسا تو این کوه پای هیچ مردی نباید برسه. بگید! کمکم کنین.
که رفتم. کیسه عطر. راست میگی چه بویی؟ به به. یعنی این مال اون قوله است؟ معلومه اون مال کیه. مال یه دختر معمولی نیست. منظورتون چیه رئیس؟ انگار به هوش اومدی. شما؟ هنوز زودی که بلند شید. بخوابید لطفا. شما منو به اینجا آوردین؟ من اسمم اویوس. اینجا محل زندگی منه. میتونید با خیال راحت استراحت کنید. ببخشین من نباید با یه تیر کوچیک به این وضع بیفتم. خب حالا بگید ببینم به شما. من کایکو هستم. کایکو؟ چه اسم جالبی دارید. شما خیلی قوی و پرزوری. زندگی شما در خطر بود. خوب شد که اتفاقی براتون نیفتاد. اون سامورایی بدجنس و مگه نبینمش. خانم اویو، شما استراحت کنید. پناه بگیرین! پناه بگیرین! مثل اینکه موفق شدیم. باید امتحان کنم. بریم. برو کمک بیار. دست نگه دار. خانم اویو، این کارو نکن. اما خانم اویو چرا جلوی کار منو گرفتین؟ اون مرد زندگی منو نجات داده. اما اون از همون دسته‌ایه که به اوبنجی رو حمله خواهند کرد. یعنی میخوای بگی اون با ساموراییاست؟ نه، با سامورایا نه. یه دسته دیگه هستن با یه بچه، اما هدفشون همین اوبنجی روست. فکر نمی کنم. یعنی اون کایکو. فکر میکنم اونم برای اومدن به اینجا زندگیتون رو نجات داده. نه، این دروغه. خانم اویو، تا به امروز از شما حمایت کردیم، با تمام مردم جنگیدیم به خاطر حفظ میراث کیکوچی. نمیفهمی؟ میفهمم. به خاطر شما مردا رو کشتیم، جنگ کردیم. این مردم از هموناست، نباید به مردا اطمینان کرد. تکون نخور. مادر ایزه میدیم برم یه دوری بزنم ها. ای دروغگو. سلام علیکم. صبح شما بخیر. شما چطوری؟ خوبین؟ برو اونجا. برم. باشه ببخشید خیلی ممنون. کافیه دیگه. خنده نداره. فکر میکنم اونا فردا میرسن اینجا و لابد باز خون راه میفته. چاره ای نیست. به خاطر مقاومت باید مردم رو کشت. تا کی باید این وضع ادامه داشته باشه؟ اگه این قصد نبود و این مقام. نام از تاموکیز. این دفعه دیگه به طور یقین به هدف خواهیم رسید. عجب زوری. تو خیلی قدرتمندی. نه من قدرتی ندارم. خواهش میکنم خجالتم ندین. خیلی کارتون خوب بود. خیلی متشکرم. غذا آوردم. بفرمایید اونجا بشینید. بفرمایید. چه جوون خوبیه. فقط یه جسد سامورایی بود، بقیه زندن. دارن میان. آماده باشید. رئیسین! جناب ماجرا؟ از تو ده راه خیلی نزدیکتر بود. جناب رئیس چی شدن؟ اونا با افرادشون بعدن میان. معنیش اینه که تا اومدنشون باید کار تموم شده باشه. خب اوبنجیرو کجاست؟ اون هاشش. به واقعا عجب جاییه. چقدر ساکت و زیباست. خوش به حالتون اینجا زندگی میکنید. اگه مایل باشید تا هر وقت که بخواید میتونید اینجا بمونید. نه نمیتونم. پس تو هم منظوری داشتی آره؟ نه اینطور نیست. مگه نه اینکه دوستات با یه بچه داره از پشت سر میان اینجا ها؟ اگه اشتباه نکنم دیگه چیزی به محل قوله نمونه. خدا کنه داداش کایکو سالم باشه. صبر کنید. ما به خاطر چیزی اینجا نیومدیم. یه کمی فکر کنیم.
یعنی شما میخواین منو بکشین؟ تو باید بمیری به خاطر حفظ خاندان کیکوچی و کسایی که برای من کار میکنن. خیلی خوب، حالا اگه میخوای منو بکشی بکش. من تازه دارم میفهمم که اینجا چه خبره. شما تنها به خاطر حفظ یک اسم حاضر هستید دست به هر کاری بزنید. من اصلا فکرشم نمیتونم بکنم. خواهش میکنم هرچه زودتر از اینجا برید. خواهش میکنم آقای کایکو فرار کنید. یعنی من فرار کنی زود باشی. ولی آخه سام جلو نرید. زود باش بگو خانم آیا کجاست؟ نمیدونم، بمیرم هم نمیگم. نمیگی؟ همه جا رو بگردین. کاماکا دشمنا به ما حمله کردن. سکنی زندگی همه رو گرفتی. اویا شما رو نمیبخشه. میکشم تو. خانوم آیو، خانوم آیو. پس تو هنوز زنده ای ها؟ بهتره چکون نخوری. اگه جای اوبنجیرو رو به ما بگی ممکنه ببخشمت. من نمیبخشم. من شما رو نمیبخشم. جلوشو بگیرین. نفهمیدم اینا دیگه کی هستن؟ هیچ کس نمیتونه در مقابل شمشیر عدالت ایستادگی کنه. تو چی کار داری میکنی؟ جلوشو بگیرین، جلوشو بگیرین، جلوشو بگیرین. نظرم بیا جلو. صبر کن آخه اینطوری که نمیشه. تکون نخورید، تکون نخورید. من استاندار این منطقه تاکیاما هستم. شما برای بردن جواهرات به اینجا اومدید. میدونم. بگیریدشون. اطاعت کن. همتون توجه کنید. این مرامت مخصوص حاکم بزرگه. میدونین چه کسی در برابر شماست؟ مأمور مخصوص حاکم بزرگ میتی کامون. احترام بگذارید. احترام بگذارید. معذرت بخوام قربان. من همه چی رو فهمیدم تاکیاما موتسو خائن. هدف تو گرفتن دارایی فرماندار سابق کیکوچی بود.